شب‌های روشن. داستایوفسکی قهرمان داستان جوانی است، بسیار تنها، خجالتی و غرق در رویاهای خودش. او در سن پترزبورگ زندگی می‌کند و بیشتر وقتش را با قدم زدن در خیابان‌ها و ساختن دنیاهای خیالی در ذهنش می‌گذراند. او ارتباط انسانی واقعی کمی دارد و این تنهایی باعث شده نسبت به جهان حساس و رؤیایی باشد. آشنایی با ناستنکا یک شب به طور اتفاقی دختری گریه کننده را می‌بیند. دختر را از دست یک مزاحم نجات می‌دهد و همین شروع آشنایی آنهاست. نام دختر ناستنکا است. دختری ساده، صمیمی و بی‌پیرایه که با مادر بزرگ سختگیرش زندگی می‌کند. آنها قرار می‌گذارند شب بعد دوباره همدیگر را ببینند، چون هر دو نیاز به همراهی و شنیده شدن دارند. 4 شب مهم در 4 شب متوالی، ناستنکا و جوان با هم قدم میزنند و صحبت میکنند. کم کم رابطه‌ای صمیمانه و پاک بین آنها شکل میگیرد. جوان از زندگی تنهاییش میگوید و ناستنکا از گذشته‌اش پرده برمی‌دارد. داستان عشق قدیمی. ناستنکا او میگوید که سالها عاشق مستأجری بوده که در خانه‌شان زندگی میکرد. آن مرد قرار بود بعد از سفر برگرد و با او ازدواج کند، اما 1 سال گذشته و خبری از او نیست. با این حال ناستنکا هنوز امید دارد که روزی برگردد. تعلل بستگی یک طرفه در این مدت، جوان کم کم عاشق ناستنکا می شود. این عشق برایش عمیق و واقعی است، برخلاف عشقهای خیالی که قبلا فقط در ذهنش ساخته بود. ولی می بیند که قلب ناستنکا هنوز جای دیگری است و نمیتواند احساسی که دارد را به او بگوید. شب آخر. در شب 4 ناستنکا میگوید احساس میکند عشق قدیمیش دیگر برنمیگردد و شاید بتواند با جوانی که کنارش بوده راوی زندگی تازه‌ای شروع کند. جوان سرشار از امید و شادی میشود. اما ناگهان در همان لحظه که قرار است آرامش و عشق وارد زندگیش شود، مردی در تاریکی ظاهر میشود. او عشق قدیمی ناستنکا است که برگشته. دختر با اشک و شادی به آغوش او می‌دود. جوان تنها می‌مانند با قلبی شکسته و لبخندی تلخ. پایان فردای آن شب، ناستنکا نامه‌ای برای او می‌فرستد و از او بابت محبت و همراهیش تشکر می‌کند. می‌گوید هرگز لطفش را فراموش نخواهد کرد، اما عشق واقعیش همان مردی است که برگشته. جوان نامه را می‌خواند و لبخند می‌زند. در دلش برای خوشبختی او دعا می‌کند، اما خودش دوباره به همان تنهایی و رؤیاهای همیشگی برمیگردد.